یو گای چطوری؟ خیلی خوشم این ویدیو. تو این ویدیو قراره بریم پرکتیس ولی با F5. یعنی ما پرکتیسیم ولی رو F5 اینجوریم. آره خب آقا مچ اول با یه سوموی ریز و نمکی شروع میکنیم. مچ اول یه سوموی ریز و نمکی بریم ببینیم من که تاپ سومو هم میتونم با F5 بزنم. وای هیت نمیخوره. البته من این ندارم. اوکی مچ اول که لوز دادیم منطقی هم هست که لوز بدیم. یعنی چیزی که منطقی هست که میریم بیت فایت وای بریز دادن یا حسین. بریم لیتس گو. اوکی تو الان کمی چی اوکی بوده. یه ثانیه از حرفم بگذره. چی مشی هم با بابا من با F5 خدا بزنه تو کمرت. بابا ای بابا با F5 کلاچ کردم. قویم. اوکی مچ دوم هم باختیم. بریم سراغ مچ سوم. چی برم سوم علیوتر حرف هاجلی مهاجلی. بردار خورد من را. اوکی نایس. میریم دوباره بیت فای با دوباره این یارو نمیخوام دور رو بی ادب. ببین ایم فهمیدم دستم ایم میشه اونجا. خب حل دیگه مشتی. ایمو میگیری و میری جلو. خب من موفقم. ناناتی زیاد. با F5 خورد ازم. what the خودت ارزون فروش تو ارزشت بالاست. اوکی بریم بالا. شت اوکی خوب دارم مقاومت میکردم البته دیگه نمیکنم. کوش ای توف تو ذات پلیدت. what the fuck یه دونه تلی دادم با باتفله اونم با F5. قوی هم مشتی. خب میریم سراغ بتول راش. آره مشتی من قوی هم. میریم سراغ بتول راش. شت بیاین. ای بابا بردار رفت با F5 بود. نه یادم رفت. ای بابا وای فکر کن اینو کلاچ میکردم. اگه طرف درستیت میاد کلاچ بوده ولی طرف یه بی ادب. هیت بده.
ماهان بچه یکی از چیزایی یکی از رفقای دلقکه همین باید یکم ترای کنیم. ببخشید چالش زیر پا میذارم. اوکی ولش کن. نمیخواد این ماهان ارزششو نداره. با درستید بده دیگه. اوکی نایس. شد. حاجی چند تا کلاش بابا بنازم. بابا بنازم اسم کلاچه. شد. بچه همین اینکه میبینی با باترفلای یا من هیچ کنون صداش هم میاد 100%. هیچ کنون با درک نمیزنم. خودت تو نفروش تو هر نشد مال است. خب بریم دوباره میتمتراش. نه بلوش متراش نمیخوام. چی بریم فایربال. بیار دیگه سریع بابا. TNT پلیر داره؟ نه سومو من یه مچ سومو رو باید وین کنم. یعنی هر چه وین نکنم این سومو راحت ترین گیم مود به حساب. وای خدا من انقدر اینو میرم تا وین کنم چون این راحت ترین گیم مود به حساب میاد. ببین فقط اینو میری اینجا. اوکی نایس. اوکی بریم مچ دوم. ببین اینو دیگه پیدا کردم. این میشه اینجاها. اوکی بعد از اینجاها طرف رو بدم. جاشو دیگه تقریبا پیدا کردم. ایزی برا. آیسپوی قوی با F5. حاج آقا آیسپوی سطحش بالای وای حاجی بزنم این میشه 3 تا وین استریک با F5. خدا وکیلی خفن میشه اینو بزنم. با برو بنازم 3 تا وین استریک با F5. بریم 4می هم بگیریم بابا. بچه من رو موقعی که اکانتم ریست نشده رکورد وین استریک هم 45 تا بود. میخوام با F5 نصف یا حداقل اونو بزنم. ببین میتونیم بزنیم. اگه همین یارو بیفته شاید بتونم بزنم. نه نمیتونم. باش خب چی بریم؟ پرل فایت هم خوبه. پرل فایت هم دوست داریم. پرل فایت هم رازیم. مشتی بیا برو. شت ایو کوش توفک دالگت کوشت. شت وای خر گاو نگاه کن. مماگو برادر مماگو. وای گند مماگو سن حاجی حواسم نبود باید با F5 بزنم. ولش کن دیگه آقا. بردیم دیگه چالش رو. خدا وکیلی همون یه مچی بینم چالش رو برنده حساب میکنیم. و آره بچه ها مرسی که تا پایان ویدیو همراه ما بودید. تا ویدیو دیگه بابای.